اگه یارندم خستت کرده این ویدیو مال توی تانتاش نگاه کن که یاد بدم چجوری دو به اسکوت پلی بدی و همه مچو رو وین بگیری. تک به تک جزئیات مهمه، پس تا آخرش نگاه کن و نکاتم توجه کن. نکته یک، راش خرکی که هیچ عنوان نداری. اینجا صدا پا گرفتم، یارم چون ثبتم نبود سریع بک دادم، کاور گرفتم و داخل کاور یه نفرشون ناک کردم. دوم، ضبطری با هم فایت میدین، یکی چپ یکی راست. سه، یارت ناک شد باید با احتیاط فایت بدی. 4، هر کسی یا هر جا زدی ناک کردی کیلش هم باید بکنی. نکته 5، کلاس فردی باید باشه که خودت باش راحت تر باشی و بتون تو فایت ها ازش درست استفاده کنی. نکته 6، آقا این خیلی مهمه. ببین آقا یه جو به هم دیگه رو کاور بده، انگار ناموس هم دیگه این. ببین اینجا یارم تو فایت، اینجا کیلوزی دیگه نداره، اینجا دو به اسکواده. اینجا 1% اگه یکیتون ناکی دیگه تمومه. هر جایی که بود برین کاور هم دیگه. اینجا رفتم کاور یارم، اینجا من دمیج شدم، یارم میاد کاور من، یه نفر رو میزنم، من دوباره اینجا اچ پی میشم، سریع بک میدم میرم آرمورم میزنم، یارم کاور میده. کاری که اونجا من با یارم کردم اینجا یارم با من میکنه. خیلی توجه کنی، هیچ زمانی کسی که مدیک داره هیچ موقع فایت باش ندید. یه جوری فایت بدین از مدیکش بکشین بیرون بعد باهاش فایت بدین. منظور از ضبطری فایت دادن یعنی چی؟ یعنی که یکی از پشت، یکی از جلو، یکی از چپ، یکی از راست، یعنی مقابل هم دیگه. هیچ موقع پشت هم دیگه فایت ندین. اینجور تک تک فایت ها برنده. هفتم مهمه، گاناتون مخالف هم دیگه باشین. یکیتون اس ام جی رایفل باشه، یکیتون رایفل اسنایپ باشه، یکیتون رایفل شاتگان باشه. گاناتون متفاوت باشه که تیر کم نیارین. یه هشتم، یارت به هیچ عنوان ول نمیکنه بری یه گوشه خود لوت کنی یا یه دونه کیل بخوای بری بگیری. میچسبه یارت 10 سانت فاصله بگیری، همون موقع کار خودت اسکواد تمومه. یه جوری باید فایت بده انگار آخرین بار داری بازی میکنی. چون بچه گلی بودی میخوام یه راز خفن توپل بهت بگم که هیچ کسی بهت نمیگه. کلاس یارم تیریکستر، کلاس من کویک استریک. باید جوری هماهنگ شده بریم جلو که یارم دمیج نشه، به خاطر اینکه یارم زمینی میره و انمی بیشتر میتونه زمینی بزنه. من باید جلب توجه کنم که انمی ایمش رو من باشه یا من انمی دمیجش کنم که یارم بتونه نزدیک بشه و بتونه فایتش بده. اینجا من یه نفر داره روبرومو دارم میزنم، یارم چقدر خوشگل منو کاور میده، اون کسی داره منو میزنتش و من میرم سراغ اون کسی که داشتم اول کار میزدم و تمومش میکنم. شاید برای سوال پیش بیاد چرا من شاتگانم و انداختم و داشت دیل برداشتم، چون من از دیل هم میتونم کاور بدم یارم و هم میتونم به عنوان شاتگانش استفاده کنم که تو پست قبلی بهت یاد دادم چجوری میتونی باش اسنایپ پیپ فایر بزنی و مثل شاتگان باش رفتار کنی. سه آخر، انقدر بچسبین به هم دیگه که انمی مایک روال باز کنه بگه چقدر ترای داریم پلی میدیم. دم که تا انتهای ویدیو همراه من بودی و بیشترین شیر این پست گرم فورس هدیه میدی. منو فالو کن تا آموزش بعدی از دست ندی.